اسلام، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه، زبان امام بخاری، امام مسلم و باقی مؤلفان صحاح سته، زبان ابو علی سینای بلخیس، زبان خواجه عبدالله انصاری و امام فخرالدین رازی. اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولانا و سعدی ره، نام بیدل و خیام و جامی ره از یاد ببره، اگر تاریخ بشریت توانست نام کوروش و رستم دستان، نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان رو فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خیش بمانین. جناب رئیس، اگر شما هم به عنوان رئیس قوه مقننه و به عنوان یک فارسی زبان سکوت کردین، در این خیانت شریکین. باید کسانی که فارسی را خارجی خواندن محاکمه بشن.